نیک میخوایی انکار کنی، حالا چرا واضح احساساتت به این دختر ابراز نمیکنی؟ سر تو خوبت نخورده نه ینگه؟ اما ببین بسیار با یک دیگه تن میزیبین. به نظر من این کار میشه، یعنی مشکل نیست. انشالله که خداوند این کار کمکتان کنه. با خیر، با امید خدا شما حتما در تابستان نامزد میشه. به هر صورت حالا دیگه بیگی گلادان همی کسی گفتم پیاله ها را بالا میکن. این سومین پیاله میشه، نمیشه کم دم بگیریم؟ چی میگی جانم؟ باید بنوشم. اما اگه من زیاد بنوشم باز دل بد میشم. درست نیست، این را مینوشم باز دیگه نمینوشم. اوهو ساعت ببین چند بجه شده؟ چی شده؟ ینگ خانم، یعنی ینگ خانم آینده ما، شما مصروف چی کار هستین؟ معلم هستم، به یک مکتب ابتدایی معلم هستم. دروغ میگین. یعنی معلمی یک مسلکی است که من بسیار دوستش دارم. اگر من پلیس نمی شدم باز حتما معلم می شدم. بله، ما مسلک من بسیار دوست دارم. چطور دوست نداشته باشی؟ معلمی یکی از بهترین مسلک‌های دنیاست. بزرگا گفتن کسی که به من یک حرف یاد بده 40 سال غلامش میشم. بله، واقعا همه قسم است. خب حالا دیگه چی حالا دیگه؟ شما کدام صنف‌ها را تدریس میکنین؟ صنف‌های 6 و 7. بسیار خوب. رشته تان چیست؟ استاد انگلیسی هستم. از کدام دانشگاه فارغ شده؟ از دانشگاه ایگی، از رشته زبان و ادبیات. 2005. خوب است. در سایت خوب خواندی. خدا از نظر بد نگاهش کنم. بسیار دختر مقبول و زحمت کش است. باور کن. بسیار میبخشی، اما این بار گره ریورس و پیشوری اشتباه گرفتم. متوجه شدم. بیادرت مرا خواهد کشت. تشویش نکن، مرا چیز نشده. بله تو را چیز نشده، اما موتر اوراق کردی. به هر صورت زیاد خراب نشده، فقط پمپرش کمی خراب شده. بله، به خاطر قبل از اینکه تصادم کنیم ما برکه فشار دادم. آفرین، یعنی حداقل جای برکه خوب میفهمی. تو به خدایا. تو گشنه نشدی؟ نمیفهمم. در اون صورت با آیشا زنگ بزن و بپرس که گشنه شده یا نشده. ببین چی میگم، اونجا یک هتل بسیار خوب و مقبول است. شام شده و هوام تاریک است. اگر میخوایی امروز درس ما رو همینجا تمام میکنیم ها، میریم یکان چیز میخوریم. درست است، میخوریم. در صورت بیا که بریم. صبر. اگر میخوایی من رانندگی میکنم. اما چرا؟ خب اگه تو رانندگی کنی باز ما مثل امو رانندگی قبلی یک دفعه پیش خواهد رفتیم و یک دفعه عقب، باز هر دوی ما از گشنگی از بین میریم. نه آیشه گل؟ درست است. Çok sevdiğim bir yalandı. Gönül çelen aynı anda utanmadan, hem kırıcı hem kırılgan,
Yordun beni بفرمایید. Gönül çelen, gönül çelen Biraz gerçek, biraz yalan Hem yara bandım, hem yaram Bitsin artık gönül çelen خب به هر صورت من میرم دیگه شما هر دو را تنها میمانم بسیار خوش شدم ینگه من بسیار هیجانی شدم یعنی ینگه خانم آینده ما انشالله که خداوند شما را به هم برسانه من همراهیش میکنم پس میام. درست. برو بیادارک باز دیگه وقت پیشت میایم ما هم دیگه حال در استانبول هستم هر وقتی خواستی آمده میتونی. قسمی که برات گفتم علی فراموش نکنی اگر کدام کار اشتباهی میکنی فراموشش که او خدا نجات بده یعنی از این کارا دور باش در حالت حادثه اشتباه یک جواب درست از بین میبره مرا میشناسی یک اشتباه پیش من تمام جوابای درست باطل میسازم علی این قسم فکر خواد کردی که من خبر بعد با آخر مانده من با از او کده یک خبر بدترم دارم چه قسم خبر؟ ماریا از بین رفت یعنی از بین بردنش ده یونان ده جریان ماموریت بسیار جگرخون شدم. زندگی سرت باشه. تشکر زنده باشی جانم او مرحوم همکار تو هم بود یک روز باز همراه دختر معرفیت میکنم گفتی دخترت؟ اما چی وقت دختردار شدی؟ نمیفهمم داد خداست ما هم از این گپ خبر نداشتم تازه خبر شد ماریا با ما یک دختر هدیه داد زندگی بسیار عجیب است بله واقعا عجیب است برادر خداحافظ
این مادر چی شد دگه؟ نمیفهمم به خاطر هوای طوفانی کشتی نتونسته بندر نزدیک شه. از او خاطر دیر کردم، منتظر همون هست. یک قسم دزگیر خواهد شدیم بار آخرت باشه. درست از بیادر. برکانا اعلام کنین چرا مرکش میکنین؟ حال از دست من چیز ساخته نیست. کار که شدنی بود شد دیگه. شما چرا قدر زیاده روی میکنی؟ بیازده کشورهایشان هم جنگ است دیگه. اونجا میبودن از بین میرفتن. من خود کارو نکن من لابته. ببرینش.
علی تو خوب هستی؟ خوب هستم. لطفاً در قصه گپای یاوز نشو. یک آدم راکس هرچی دلش خواست میگه. بسیار آدم عجیب است. میفهمم. میفهمی؟ راستش یعنی متوجه شدم که یک آدم عجیب است. بریم داخل. بله. بسیار تشکر آقای محترم. خواهش میکنم خانم. این به من یک افتخار است خانم محترم. راستش ما دستایم میشویم پس میم، درست است؟ چون وقتی که موتور از درخت دور میکردم دستایم کثیف شده. درست است. خب پوچ کنی که جای دیگه نری، درست است؟ درست است، نمیریم. علی بیادرت تو را به من امانت سپردم، یعنی متوجه باشی. حالا برو. بفرمایید. تشکر میکنم. تا فعلا خب بسیار خوب پیش میری. هوش کنی خرابی نکنی. شوخی‌ها و تبسم‌هایتان کاملا بجای است. نگاهتان کاملا دقیق و معنادار. و موفق شدی که دختره به غذا خوردنم بیاری. بعد از این دلقک بازی‌هایت بسکو و عاشقانه باش. از یک تعداد حرکات برداشت‌های مثبت بگیر. یعنی فضا را کاملا عاشقانه بساز. اما تو بازم زیاد مبالغه نکنی. کم به احتیاط پیش برو. یعنی کم کم اقدام کن. هرچی نباشه ای دختر خواهر علی مرض از بچه. اگر تمام کارا برعکس شوه و ای دختر به بیادر خود شکایت کنه و بگویه که ای احمق لوده با جایی که مرا رانندگی یاد بته مرا فریب داد و باز ردم کرد بازو وقت با دستای خود قبرتا بکن. حالا دیگه بله آمدم. اما ما به اندازه خرسای قطبی که از گرمی کره زمین محروم ماندن گوش نشده. همیاله میتونم گردن یک اسبا بخورم. بله کدام چیزی گفتی؟ اوه در فهرستشان گوشت مرغابی همراهی چکام است. تو خوش داری؟ آیشه گل تو خوب هستی؟ بسیار خوش شدم که خودت رو اینجا. بله خب تو را یکک گرفته. درست است ما برتاب. یک نفر وقت کتاب خواندن از بین رفته. به خاطر چی؟ چرا؟ به خاطر که از سر خط شروع کرده. از سر خط شروع کرده. آیشه گل تو را چی شده؟ صبر بخیز. از سر خط شروع کرده. متوجه باش. درست است. ما از شما یک چیزا میپرسم خانم محترم. در بین کوزه چی است؟ مشروب است آقا خانم آورده. این خدا با جور میکنه. با نظرتان شما کار خوب کردین که به این دختر مشروب دادین؟ بله اول از خانم پرسیدیم که از مشروبای خانگی ما مینوشن یا نه. آلیس با وجوده که در زندگی بار اول مشروب نوشیدیم. تو ما یک گیلاس دگام می نوشم. علی بیادر مرا خواد کش. مرا اول شکم لغت خواد کرد و تا که دلش میخواه لط میکنه تا نفسم برای. حالا بیا که بریم. بیا یک بار صوفیه را زنده و سلامت پیدا کنم. بازو وقتی قسم سرت در دیوار کش میکنم تا جرقه پیدا کنم که مردم فکر کنن ستاره دنبالدار تیر میشه. فهمیدی؟ درست است. چقدر زود صدای ما فراموش کردی علی. هنوز چلمان پورا نشده. تو درباره جسد کی گپ میزنی؟ 43 51 جسد دختره که مشخصاتش براتون گفتم. تمام.